السلام علیکم داملوی عزیز. پسری من به صف ارمیا دعوت شد. بعد از 12 روز خدمتش کشته شد. کشنده یافت شد. آیا در اینجا یگان درجه اسلامی برد یا نه؟ ببخشید به طوری خالصا لله جواب میگفتید. البته که خدمت رفتن 2 سال این اجباری هست، مجبوری است که هر یک شهروندی کدام مملکت دنیا که نباشد این خدمت کردن اجباری است. باید که رفته قرض وطن به جا بیاری برای حمایت وطن. این دولتداری است، بی نمی شود. کدام دولت دنیا که نباشد و به ارمیا نمی شود. حتما باید داشته باشد، حتما باید قواهای مسلحش داشته باشد، حتما باید که جوانای و از تمام عراق مسلمان باید که استفاده کرده بتونه. خواه از پیستولت است، автомат است، تانک است، پوشک است، کدام نمود تکنیکی نباشه باید که در صف پیش همه از یاد از علم اینها برخوردار باشد. به طور اجباری که هست. اما اگر پسری که بعد از 12 روز خدمت کشته شد، میگه اگر مثلا فرزند شما با طاعت عبادت نمازخوان باشد، جبران به یگان مثلا گناه کشته باشنش، مرتبه شهادت در میابد، شهید میشود. اما چی طرز کشته شدن این به چی خاطر ایره کشتن، کی کشته است، چی خیل کشته است، البته که به ما معلوم نیست که ایره در او حکم کنیم. همین قدر بواس میگوییم که اگر به شرطی که فرزند شما بیگناه باشه، برای مثلا که یا که در مثلا ملک ورث میروه به خاطر که پول و مالش میگیرن میزنن میکشنش، یقینا که او شهید میشوه. برای نفقه اهل عیالش رفتگی است، خب از وطن دور شدگی است. البته که اون نمیخواد که از ملک تاجیکستان عزیز دور است، مجبوری رفتگی است بردنش. اگر به عذر کمبودی از جانب او نباشه و کشته باشهش، البته که مرتبه شهادت در میابه.